بیننده‌های عزیز سلام، وقت شما بخیر باشه. خوشحالیم که باز یک روز دیگر الله پاک ما توفیق داد که به خدمت شما باشیم. امروز سوژه امروز میفهمید در رابطه به چیه؟ فقط بعضو قرض خوش دارم. اصلا برای از این گپا نمیگردن که برم پلو مردم میستونم پشت بدم. همراه ما باشیم، سعی کنیم از مردم میپرسیم، سعی کنیم چی گپه آیا پیدا میشه که میتونه شخصا. سلام علیکم، من نباشیم برادر، ببخشید من نباشیم برادر. خیریت جانجل سلامت باشین. زنگه؟ نه اسم شریف خور بگیم. اسم سنگین برار رنگین. خب لالا جان، سوژه امروز ما در رابطه به بعض برادرایی که خیلی قرض خوش دارم، قرض دوست دارم، انا به نظر شما چی رقمه؟ همین پول مردم رو میستونم کار خوبیه که پس نمیدم برای اینا؟ شما تا تلویزیونی ماله؟ بله. خب بگیم برو من خود تیار بکنم. تیار کردیم. بله. تیار خسایه؟ برار جو قرض کردن بعد دادن قرض خور بده حداقل. این کار خوبی نیه. مثلا یکی به تو اعتماد میکنه و تو پول به قرض میده که اونا که به تو مفته نمیده بعد پولا مردم بدی برار. نه گفتم اگر می که مثلا ها دیگه اعتبار داشته باشی بعد قرض که میکنی قرض پس بدی. به نظر شما کسی که پول قرض میکنه بعد زودی پول مردم رو برسونه؟ دیگه پول مردم بعد بدی که اعتماد بالا تو بشه برار جو. شما تا حال برار مثلا اینطور شده باشه که پول قرض کرده باشیم پول نداده باشیم یا وقت داده باشیم پولا؟ داره به نظر تو مرد بی قرضه؟ نه. ما خود ما برارم مال یک لگه که نیم لگی پی قرض دارم. ما او تا به مو طلبگارا خو وعده کردم منطقه به زونا بگفتم که پولا شما رو نمیخورم. پولا شما رو نمیخورم. هر وقتی که خدا به ما داد به کار نداشتم پولا شما رو میدم. دیگه هر وقت به شما خدا پول بده که پولا رو به کار نداشتیم پولا خود میدیم. دیگه برارم پولی که تو به کار داشته شما بالا قرض میدی. ما به تو یک چیزی بگم. مثلا موتر به کار داشته باشی، سایکل به کار داشته باشی، وسیله به کار داشته باشی که به خوب خری. او ضرورت بیشتر داره یا فرض مثال قرضه که بدی؟ نه دیگه او وسیله پول مردم بری بخو موتر بخری او بیترتره، سرا بخری او بیتره. دیگه ما به خاطر دوست دشمن دنیا من موتر سایکل چیزی به زیر پاخ نکنم برم پولا قرض خور بدم. نه هم عریفایی که ما به تعمی دیوی بری بردارم چی میگم به من؟ چی؟ راست میگم. قرضیه دیگه 2 سال کاکو از من می بس دیگه 2 سال 3 سال دیگه هم بلکه پولا پره شده دیگه. حساب کو ها؟ کی پخش میشه برار؟ ماله تو سیه بدم خدا حافظ. بینندای عزیز باشه ایلی استاد ای حالا میگه تا 2 سال به ما از ما پول مجوم. هدف از این بینندای عزیز خوردن بود که پول بخوره. بزی به قرض ندین که دیگه نمیبینیم. بخیر باشیم. باشه ادامه داره برنامه. دوستای نازنین بازم در کنار یک جوان برادری هستیم. سلام علیکم. مندلم باشین. سلام خوب سلام باشین. ببخشید برادر شما که خود شما قیافه که سعی میکنید تا راست برابریم چلی تا کج نگاه میکنیم؟ چیکار کنیم برادر دیگه؟ خودم در بدر مسکینی غریبی و ایران سرگردانی. سوژه امرو ما در رابطه به کسایی که قرض خوش دارم، عاشق قرضم، پول که میستونم نیت نانیه که به سالهای سال پس پول مردم رو پس بدم و قرض خور بدم. به نظر شما ایت جوانا ایت آدمو کار خوبی میکنم یا کار گنده؟ یعنی درباره قرضداری گپ میزنی برادر؟ بله. بسیار خوب برادر، ما منتظر بودیم کسی پیدا شه. خدا هم شما رو خیر بده. میگه پار به گوشا مردم برسونن که قرضدار کسی که قرضدارم قرضدار خوب سر وقت پول خود بده. مردم نه که مثلا به دست خود بدم با پا بردن بدم. خوب نیه. بالاخره پولی که اولی که نستونین با که میستونین پولا که مردم بدیم با کار داره. هنه مثلا از ما یاد بگیرم. هنه من روز عروسی کردم یک لیک پولا بمونده بود. بس خسرو گفتم عروسی مر بدیم. تا که دیگه بعد از عروسی پناه به خدا پولا که شما تیر میدم. هنه براج 2.5 سال تیر شده. بعد دستم پول نماده. اگه بیامدم خرج کردم. بعد دستم پول بیاد حداقل حساب بشه میدم پولا که خسرو خو میدم قرضدار خلاص شه. شما به سر خسرو خو کلا رفتیم. گفتیم عروسی نه برو کلا نرفتم کلا. بگفتم پولا شما نمیسوزه.
پولا نمیشه ولی میدم یک روز دل جمع باشه. معتبرا یک چیزی به شما بگم دقیق نمیشیم. نه برو دل جمع. گردن به من باشه که اچیره اتلو شما معلوم میشه کمی تا پیش پا خسور خوب بیافیم یک پنجی دیگه نمیده دیگه برو گپ تا دل من. چیکار کنیم؟ و دل شما هست برای غذا خسور خود بدیم یا نه؟ روزی اگه من دست ما بیامد برو میگم اگه پولا اضافه پوید اگه میدم به خسور خود نیک ما پول به کار داشته باشه برو غذا خسور خود خسور ما خود بیگونه کنی برو جو. این گپم صحیحه. بینندای عزیز بعد شما پول خسور خو همیشه قرض کنین. چیکار کنیم؟ ما یا تاجو قرض داریم ما. داره بداره. بیلا من تهران سرگردون چیکار کنم؟ راست میگی. خب پس قرض خوب چیز خوبیه. برو جونا که میگم که کسی قرض داره قرض را خود پولا خود بدم گناه داره. برو جو. دیگه خسور آدم بجام قرض نمیده. خسور نه دیگه خسور خاص خود بیگانه کنی هم دختر خورد دادم برای شما پولا سال دیگه هم تیجه پول اگه به دست بیاد میدیم خیر. بینندای عزیز برنامه ادامه داره باشه سعی کنیم دیگه برادری هم پیدا کنیم بلکه کی بگه که قرض نه به کار نیه پولا خورد بدیم. زنده باشین سلامت باشین. بینندای عزیز واقعا همه میتونن بعضی برادرها قرض خوش دارن اصلا به نیت اینه نیه که پول میستونم پول پس بدم با مرد برا ببخشیم برا جو ببخشیم. بله لالا سلام علیکم مندنا باشیم ما از سفید دست ما میته بمون دلار خوب گردم مهم نیه. خوب خیریات خیلی شما جوره خیریات شما جوره برار سوجی امرو ما در رابطه به بعضی برادرها که قرض خیلی خوش دارم پول مردم مثلا قرض میکنم که صبح پولا شما پس میدیم به نیت اینا نیه که به سالها بدم به نظر شما کار خوبیه اینجا؟ نه برو اشتباه کار میکنه. انمی آدم پیدا شد. انا لالا مثلا تو آدم میام از تو آدم صبح قرض میکنم بعد نماشون پول تو پیدا کنم بودم یا ندو دقیقاً دیگه اگه من مثلا پول تو بستونم راه خور بگیرم برم کار خوبیه نه من خود 50000 پم قرض دارم من گفتم هر وعده که به خیر خوشی دختر خور عروس کردم 50000 مرتکر میبرم میدم حالا کم دختر مکو سنده نداره 9 سالیه 5 سال بعد دیگه که بشد به خیر عروس میکنم پولا تیار میکنم میبرم میدم دختر شما 9 ساله 5 سال بعد پول عروس کنیم دیگه برار خوب گردم دیگه مال کو خورد دیگه من نمیشه که برم عروس کنم بخاطر دم که شما گپ پیشکش دختر زنده میگم تو مال امرو ما هم خسرونی بیایم نه برار جو 9 سال سنده نه با 15 16 سالگی به خیر خوشی رو عروس میکنم هر دم که عروس کردم پولا کو مرتکرم میتونم دو دست میبرم برای تقدیم میکنم حال کو ندارم برار کوزاد نه آوردم مثلا فات دست نگذاشتم پس مرتکر دختر خو مفت میده کوکو نه همین ما از تو پرسان کنم مفت میده مرتکر دختر خو خیر بینی نه هر دمی که پیشکش بیاوردم یکی دو حال کو ندارم من پیشکش اول کا آوردم دیگه 5 سال بعد 6 سال بعد 7 سال بعد 8 سال بعد که ما دختر خو عروس کردم ما به خدمت پس قرض خوبه چیز خوبی نیست نه چی به درد میخوره برای خب ما کی گفتم قرض مرتکر میخورم گفتم نه گفتم پول مرتکر میدم هر دم دختر خارج کنم بر چشم راست میگم بینندای عزیز اینا اوت گفتم اونا اوت گفتم اینا میته گفتم چه بعد گپ زدم لالا نه برو نه اصلا گپ به جای لالا گفتم شما همیشه که به کسی پول به قرض میدیم فقط بزرگ بگیم برو 6 7 سال بعد که دختر داشتی عروس کردی با پولا مر پیش آفرین یاد دی به مردم آفرین خیر بینم خدا حافظ بینندای عزیز آدم عجب آدمو پیدا میشه شما نگاه کنید میگم من دختر خودم چون نمزاددار کنم 6 7 سال بعد با پیشکش میارم میدم او لالا میگه به سر خسرو خو کلا رفتم خب شما نگاه کنید خب تا به هفته بعد که باز به خدمت شما می تیم قند و قرود به خدمت شما باشه شما به الله پاک و نازنین میسپاریم خدا نگهدار شما بخیر باشین با عزت باشین